شاید بزرگترین راز دنیای هزمین هتل اون شخصیتی باشه که هنوز هم درست حسابی وارد داستان نشده. کسی که ویوین مدرانو خالق سری گفته شر اصلی کل ماجراست. همونطور که اسمش میگه ریشه کل شر توی جهنمه و مهمتر از این که ما اینجا چش داره. برخلاف واکس که محدود به علاقه غرور برای جاسوسی بود، رو محدود به جا نیست و حتی توی هلباباس هم ردش جاش دیده میشه. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که رو از کجا پیدا شد و الان کجاست. برای این مورد چند تئوری هستش. اولین تئوری اینه که رو در درخت بادام افتاده یا همون درخت دانشه که لوسیفر میاشو به هوا داد و هوا هم با خوردن اون میوه به رو آلوده شد و تبدیل به حامل رو شد. دومین تئوری جوری که به تئوری اول مرتبطه اینه که مادر چارلی لیلیت نیست. در یک از لابه پرسش و پاسخ خاطی از ویوین میپرسن آیا پدر و مادر واقعی چارلی لوسیفر و لیلیت هستن؟ اون میگه من نمیتونم جواب بدم. Lilith the actual parents of Charlie. پس اینجا این تئوری پیش میاد که چارلی بچه لوسیفر و هواست. هوایی که آلوده به رو بوده و اونو به جنینش منتقل کرده. برای همین چارلی وقتی از قدرتش استفاده میکنه شبیه دیزاین رو میشه. تئوری سوم که اعتبار کمتری داره اینه که رو روزیه یا حداقل واسطه‌ای برای رو هستش. کسی که مورنینگ استار رو خیلی ظاهرا دوست داره و میتونه یک نفر قوی‌ترین گناهکار کل جهنم کنه. اما خودش قوی‌ترین فرد نیست و یا حداقل تصمیمی برای قوی‌ترین شدن نداره. و دیدیم روزی اصل الستر که ظاهرا با قدرتش رابطه مستقیم داره میتونه درست کنه. در واقع اگه کم بیشتر دقت کنیم میبینیم که الستر قصد احضار فردی مثل رو داشته، چون نمادهای رو دیده میشن اما بنا به دلایل نامعلومی به روزی متصل میشه و ظاهرا برای روزی هم این چیز جدید نبوده، البته به جز درخواست الستر. به طرحی که از رو داریم وقتی که داره از قدرت استفاده میکنه میبینیم که تعداد خیلی چشم وجود داره مثل لوسیفر. ویوین یه بار توی لایو قدیمی گفتش این چشما روی شیاطینی هستن که نتونستن نجات پیدا کنن و نمیتونن به بهشت برن. اما این مشکل اینجا هستش، چون ما تو قسمت اول وقتی لوسیفر سقوط کرد این چشما رو میبینیم، یعنی اینکه قبل از اینکه گناهکاری وجود داشته باشه که فرشته‌ها بخوان بکشنش. پس شاید ویوین فقط نصف حقیقت رو گفته. شاید وقتی یه گناهکار کشته میشه جذب رو میشه و به شکلی که از این چشما به زندگیش ادامه میده. تو این چشما واقعا همه جا هستن. اما این نکته درباره این چشما است. انگار این چشما همیشه ظاهر نمیشن و تحت شرایط خاصی میتونن ظاهر بشن. مثل اینکه فرد استرس داشته باشه، ترسیده باشه یا تحت فشار روحی شدید باشه. اون موقع است که چشما ظاهر میشن. بهترین مثال ایستگاه رادیویی الستر قسمت رادیو کیل ویدیو استار آهنگ استگدان هستش که اونجا چشم نمیتونی مشاهده کنی و تو قسمت آخر وقتی که الستر توسط آدم شکست میخوره تو اونجا که فاینال اون چشما میبینیم که دارن نگاش میکنن. در کل میتونیم بگیم چشما در سراسر جهان قابل مشاهده هستن، اما این قضیه برای منطقه تحت کنترل روزی فرق داره. شما چشمی جز روی تابلو ورودی منطقه نمیتونید ببینید. تمام این چشم ما رو یه دیگه میندازه که از لحظه اول نمادش وجود داشت و گفته خودش توی کتابش هر زمان که نمادی از اون جای قرار بگیره اون دسترسی به اونجا رو داره. اگه رو ریشه همه گناهان باشه و از زجر و درد تغذیه کنه، هتل اصلا چیزی نیست که خودش بیاد، چون با موفقیت هتل قدرت رو کمتر میشه. هتل یا میتونه بزرگترین دستاورد رو باشه یا بزرگترین تهدیدش. ما شخصیتی مثل سرپنتیوس رو میشناسیم که با اینکه رستگار شده اما اصلا سازگار بهش نیستش و بعید نیست رو بدون راهی برای آلوده کردن بهش از داخل باشه. با قطعیت نمیشه گفت، اما یکی مثل واکس که بدون حمایت بقیه شکست میخوره داخل چندین دهه بعد از اینکه آلستر از خودش ترک کرد اینقدر قوی بشه بخواد تهدیدی برای بهش بشه و حتی بدون چجوری میشه قدرت فرشته از وجودش بیرون کشید. یا این دوست عزیزمون که خودش آزاد کرد و بعید نیست تو راهی برای قوی تر شدن باشه. تو کتاب دیکشنری اینفرنال نوشته کالین دیپلنسی اونو به عنوان جلاد لوسیفر هم معرفی میکنن. شاید اینجا هم آلستر با معامله با لوسیفر در ازای قدرت برای شیشه از شر گناهکاری که موی دماغ میشن راحت بشه. چرا که داخل همین کتاب ازش به عنوان رو انتقامجو هم یاد میشه. یا بخواد دنبال منبع بزرگتر بره، منبعی که ظاهرا نمادش روی عصای اونم دیده میشه. پس هتل چارلی میتونه تهدید مستقیم برای روز به حساب بیاد. درسته که هتل هنوز موفقیت چندان بزرگی نداشته، اما همین یه نشون کافی بوده تا زنگ خطر برای روز را در بیاد. از طرف دیگه دنیا پر از چیزای شیطانیه و رو میتونه با معامله‌هایی مثل معامله روزی با آلستر راه جدید برای نفوذ پیدا کنه. ما میدونیم واکس فرقه روی زمین درست کرده بود و به نظر میرسه مارت هم عضو فرقه بوده باشه که رو میپرستیدن. و این قدیم میدونست که اینها مخلوقات شیطان هستن و انگار هم دل ازش خوشش نمیاد. مثل وقتی که بلیسو گیر منزه و بهش میگه So you're a little devil, huh? Come to drag me and my kin to hell? Well, not today, Satan! Gonna send y'all back where you came from. Satan, we return your filthy creatures back to the pits of hell. May the root of evil remain honored as we continue thy work. به هر حال فرقای زیادی روی زمین هست، اما اصلا بعید نیست یک از فرقای مخصوص پرستش رو باشه.
در نهایت همه اینو توری از سبب ویوین هم ثابت کرده تا وقتی رسما چیزی رو پخش نکنه ممکن از لحظه تصمیمش رو عوض کنه. مثل سیبیل های آرسو که توی لیگا بود اما توی نسخه نهایی حذف شد. خوشحال میشیم نظر و تئوریاتون رو با ما به اشتراک بذارید و تا یه ویدیو دیگه بدرود.